وقتی ما فکرمون رو تغییر میدیم، ارتعاشات وجودیمون تغییر میکنه. یعنی چی؟ چطور ممکنه یک عاملی که خودش وجود فیزیکی نداره بتونه ماده و انرژی رو که فیزیکی هستند کنترل کنه؟ پدیده ای وجود نداره که در ابتدا یک فکر نبوده باشه. آیا تا حالا با کسانی برخورد کردین که هیچ فکر درخشانی برای آیندهشون نداشته باشن؟ و فکر چیست؟ پیچیده ترین و تکامل یافته ترین موجود در سطح تجلی یافته هستی انسان است. یعنی شما شگفت‌انگیزترین و باشکوه ترین مخلوق خداوند هستید. وجه تمایز اصلی انسان با بقیه موجودات آگاهی و ذهن خلاقشه. تمام دستاوردهای حوزه فناوری، هنر، علم، فرهنگ و تمدن از آفریده های ذهن خلاق انسان هستند. یعنی شما مخلوقی هستین که خالق هم هستین. یعنی شما آفریده ای هستید که آفریننده هم هستید. در سطح زندگی روزمره آنچه که توسط انسان آفریده میشه، یعنی روند آفرینش از طریق ذهن در فضای کوانتومی صورت میگیره. ماکس پلانک، فیزیکدان بزرگ آلمانی و برنده جایزه نوبل فیزیک و همچنین بنیانگذار فیزیک کوانتومه. ماکس پلانک یه جمله بسیار زیبا و تکان دهنده داره. اون گفته که ماده از مشتقات آگاهی است و هر پدیده ای رو که راجبش صحبت میکنیم و اون رو موجود می انگاریم، اصالت آگاهی را اثبات میکند. درسته که هر پدیده‌ای که در جهان مادی وجود داره تجلی مستقیم اون آگاهی احد و واحده، ولی همه پدیده‌های مادی در فضا زمان تجلی یافته‌اند، ولی اون عامل اصلی که پدیده ها رو متجلی کرده خودش در محدودیت زمان و مکان نیست. خودش محدودیت مادی نداره. اینکه همه پدیده ها مادی هستند ولی عامل اصلی تجلی اونها خودش مادی نیست، بلکه از سنخ دیگری از وجود است. به چه معناست؟ برای اینکه بتونیم این رو بهتر درک کنیم، من یه مثال ساده میزنم. یه مثالی که ملموس باشه. البته این یک مثال مع الفارقه و قابل تعمیم به ذات احدیت نیست. یعنی یه جورایی این مثال یک مثال ناقص و مثال غلطه، ولی مثالی است که کمک میکنه ما به فهم بهتری برسیم از این موضوع که چطور ممکنه یک عاملی که خودش وجود فیزیکی نداره بتونه ماده و انرژی رو که فیزیکی هستند کنترل کنه. فرض کنید که شما رفتین به یک نرم افزار فروشی و یک ویندوز میخواین بخرین. اون فروشنده به شما یه CD میده و میگه اینم ویندوز. اگه شما بهش بگین که من CD خام زیاد دارم، میشه لطفاً خود ویندوز رو بدین؟ CD شو نمیخوام، فقط خود ویندوز رو بهم بدین. قطعاً مقدور نخواهد بود. به دلیل اینکه ویندوز وجود فیزیکی نداره. ویندوز یه چیزی نیست که بتونیم برش داریم بذاریم تو جیبمون. ویندوز که مادی و فیزیکی نیست، هرچند که میتونه ماده و انرژی رو کنترل کنه. یعنی اینکه ویندوز هست که سخت افزار شما رو، کامپیوتر شما رو که مادی است کنترل میکنه. این ویندوزه که انرژی رو کنترل میکنه، ولتاژ رو کنترل میکنه، میتونه کامپیوتر رو روشن کنه، میتونه خودش خاموش کنه. هرچند که ویندوز خودش وجود مادی و فیزیکی نداره. پس ویندوز چیه؟ ویندوز دیتاست. دیتا. و دیتا در واقع
تلفیقی است از information یعنی اطلاعات و intelligence یعنی هوش، یعنی هوشمندی. در واقع ویندوز مجموعی از اطلاعاتی که به شکل هوشمندانه ای چیده شده و کاربرد فیزیکی پیدا کرده. از منظر علم فیزیک جهان مادی ساخته شده از ماده، انرژی و دیتا. ماده و انرژی وجود فیزیکی دارند، با ابزارالات فیزیکی قابل اندازه‌گیری هستند، ولی دیتا وجود فیزیکی نداره. دیتا که ترکیبی است از اطلاعات و هوشمندی میتونه باعث بشه که ما ماده رو کنترل کنیم. یعنی اینکه این ویندوزه که باعث میشه شما بتونین در ارتباط قرار بگیرین با کامپیوترتون و کامپیوترتون رو کنترل کنین و یه برنامه ای رو اجرا کنین و نتیجه عملی از اون برنامه بگیرین، هرچند که خود ویندوز مادی نیست. عین این ماجرا در رابطه با بدن انسان هم صدق میکنه. یعنی اینکه همین الان که دارین این ویدئو رو میبینین، در هر ثانیه بیش از 3 میلیون عمل حیاتی در هر یک از 100 تریلیون سلول شما انجام میگیره، بدون اینکه شما آگاه باشین، بدون اینکه شما هیچ اراده ای روش داشته باشین. حتی وقتی شما خواب هستین، حتی وقتی که یک نفر بیهوشه، این 100 تریلیون سلول در هماهنگی کامل با هم عمل میکنند. این حتی در رابطه با تک تک سلول ها هم صدق میکنه. توی سیتوپلاسم هر سلول، یعنی فضای درون سلولی، تعداد زیادی ارگان های کوچیک وجود دارن که بهشون میگن ارگانل. این ارگانل ها هر کدومشون یک کاری میکنن، یک سری از اعمال حیاتی رو به عهده دارند. نکته جالب اینه که اندازه بعضی از این ارگانل ها 1 میلیارد برابر کوچکتر از بعضی از ارگانل های دیگه است. در واقع هر یه دونه سلول خودش مثل یک کهکشان عمل میکنه. نکته جالبتر اینه که تمام این اجزا در هماهنگی کامل با هم عمل میکنند. یعنی انگار هر یک از این ارگانل ها در هر لحظه دقیقاً اطلاع دارند که بقیه ارگانل ها الان در چه وضعیتی هستند و دارن چی کار میکنن و همگی به طور همزمان و در هماهنگی با هم عملکردشون تغییر میکنه. این موضوع که غیر از آگاهی شما، غیر از اراده شما، غیر از ذهن خودآگاه شما، یک عامل زیستی هوشمند تمام مدت در بدن شما مشغول به انجام عملیات حیاتی است، ما رو به فهم این موضوع میرسونه که بدن ما تحت تأثیر یک عامل غیر مادی، عاملی که وجود فیزیکی نداره، دیده نمیشه، لمس نمیشه، در تمام لحظات مدیریت میشه. ما به این میگیم body intelligence یا شعور جسم. عین همین ماجرا در رابطه با کیهان فیزیکی هم صادقه. یعنی عامل زیستی هوشمندی وجود داره که در تمام لحظات تمام اجزاء هستی رو لحظه به لحظه رصد میکنه و مدیریت میکنه. این شعور تمامیت یافته هستی است که البته مادی نیست. این توضیحات فقط برای این بود که ما بتونیم بهتر درک کنیم که چطور ممکنه عاملی وجود داشته باشه که کل جهان مادی رو رصد کنه، متجلی کنه، لحظه به لحظه مدیریت کنه، ولی خودش در فضا زمان و محدودیت زمان و مکان نباشه. وقتی راجع به فضا زمان صحبت میکنیم منظورمون چیه؟ فضا زمان چیه؟ ببینید، یکی از افرادی که خیلی زیبا راجع به فضا زمان صحبت کرده آلبرت اینشتین هست. آلبرت اینشتین صحبت میکنه از همارزی فضا و زمان، همارزی ماده و انرژی. در واقع از منظر
علم فیزیک، فضا و زمان دو مؤلفه از هم جدا نیستند، بلکه به هم پیوستگی ذاتی دارند. البته خیلی قبل از اینشتین عده دیگری راجع به فضا و زمان توضیحات بسیار جالبی دادند. مثلا افلاطون، مثلا ارسطو، شاگرد افلاطون. ارسطو گفته است زمان مقدار حرکت یا میزان تغییر افلاک است و سهروردی عارف ایرانی گفته است زمان مقدار حرکت یا میزان تغییر اشیاء است. به نظر من زمان مقدار حرکت یا میزان تغییر اشکال است. اشکال شامل افلاک هم میشن، شامل اشیاء هم میشن و شامل افکار هم میشن، چون فکر شکل است. فکر در فضا زمان تجلی پیدا میکنه. فکر شکل است. شاید حالا بهتر بتونیم راجع به آفرینش صحبت کنیم. شاید الان بشه راحت‌تر روند آفرینش رو بیان کرد و بهتر بشه فهمید. همونطور که قبلا گفتم تمام دستاوردهای حوزه فناوری، هنر، علم، فرهنگ و تمدن از آفریده های ذهن خلاق انسان هستند و تمام خلاقیت های انسان در ابتدا از یک فکر آغاز شدند. روند آفرینش همیشه از یک فکر آغاز میشه. هیچ پدیده ای وجود نداره که در ابتدا یک فکر نبوده باشه. حتی رؤیاهای ما، آرزوهای ما، ایدئالهای ما، خواسته های ما، رؤیاهای ما، ایده های ما، اینا همه فکر هستند. در واقع همه چیز از یک فکر شکل میگیره. حتی جهان هم همینطوره. این موضوع راجع به جهان هم صدق میکنه. جیمز جینز، فیزیکدان، ریاضیدان و ستاره شناس برجسته انگلیسی یه جمله بسیار جالب در این رابطه گفته. وی گفته است جهان بیش از این که یک ماشین عظیم باشد، یک فکر عظیم است. یک فکر عظیم است. و فکر چیست؟ فکر کوچکترین واحد تجلی یافته آگاهی است که در بستر ذهن شکل می‌گیرد و سپس منجر به شکلگیری پدیده‌ها در فضا زمان می‌شود. بذارید اینو یک بار دیگه با هم بشنویم. فکر کوچکترین واحد تجلی یافته آگاهی است که در بستر ذهن شکل می‌گیرد و منجر به شکلگیری پدیده‌ها در فضا زمان می‌شود. همه چیز فکر است. حتی کلمات ما فکر هستند ولی افکار بیان شده. حتی اعمال ما و رفتار ما فکر هستند ولی افکار اجرا شده، عملی شده. آیا تا حالا با کسانی برخورد کردین که هیچ فکر درخشانی برای آیندهشون نداشته باشن؟ در چنین صورتی اونها نباید منتظر هیچ تغییر درخشانی در آینده خودشون باشن. تغییر آینده با تغییر افکار شروع میشه. تغییر آینده با تغییر افکار شروع میشه. برای اینکه این موضوع رو بهتر بیان کنم، برای اینکه بیشتر بتونم توضیح بدم و فهم این موضوع رو ساده تر کنم، باید به این نکته اشاره کنم که وقتی ما فکرمون رو تغییر میدیم، ارتعاشات وجودیمون تغییر میکنه. یعنی چی؟ تمام انسان‌ها در تمام لحظات دارن از خودشون نور ساطع میکنن، فوتون ساطع میکنند. نه فقط انسان‌ها، همه موجودات همینطورند. و یک دستگاه‌هایی درست کردن که به این دستگاه‌ها میگن اسکنر بایوفوتونیک. بایو یعنی زیستی، فوتون یعنی نور، بایوفوتونیک یعنی نورهای حیاتی. موجودات زنده دائم
نورهای حیاتی از خودشون ساطع میکنن. نکته جالب، وقتی یک انسان رو پشت یک اسکنر بایوفوتونیک قرار میدیم و ازش میخوایم که به موضوعات مثبت یا منفی فکر کنه، بلافاصله طول موج و فرکانس ها و شدت این نورها، رنگ این نورها تغییر میکنه. یعنی یک فکر مثبت یا یک فکر منفی بلافاصله منجر به تغییر ارتعاشات وجودی ما میشه و بر اساس یک قانون فیزیک تحت عنوان interconnectedness یا به هم پیوستگی ذاتی اجزاء هستی که توسط دیوید جوزف بوهم فیزیکدان آمریکایی و آلبرت اینشتین فیزیکدان آلمانی مطرح شد، هرگاه ارتعاشات وجودی ما تغییر بکنه به طور بی‌زمان، یعنی بلافاصله، بر روی تمام اجزاء هستی تأثیر می‌گذارد و منجر به تغییر آینده می‌شود. وقتی ما میگیم برای تغییر آینده باید افکارمون رو تغییر بدیم، به این معناست. این موضوع توضیح علمی و فیزیکی دقیق داره. آینده چیز ثابتی نیست، به شکل سرنوشت محتوم که داره به سمت ما میاد نیست، بلکه آینده لحظه به لحظه توسط افکار ما، افعال ما، اعمال ما، گفتار ما، رفتار ما آفریده میشه. در واقع همه ما در تمامی لحظات در حال آفرینش آینده هستیم، چه خودمون بدونیم چه ندونیم. همونطور که افکار ما، حال و احوالات ما و ارتعاشات وجودی ما روی آینده تأثیر میذارن، لحظه اکنون ما همون آینده است که در گذشته بر اساس افکار ما و ارتعاشات وجودی ما تأثیر پذیرفته. یعنی در لحظه اکنون ما جدا از گذشته خودمون نیستیم. آنچه اکنون هستیم حاصل کل گذشته ماست. در واقع بدون گذشته ما هیچی نیستیم. اگر فرض کنیم که یه اتفاقی برای ما بیفته، یه حادثه ای رخ بده که ما دچار فراموشی بشیم و کارمون و تخصصمون و حتی اطرافیانمون رو، حتی اسم خودمون رو فراموش کنیم، ما چی هستیم؟ ما کی هستیم؟ هیچ کس. یعنی آنچه اکنون هستیم حاصل کل گذشته ماست و ما از گذشته خود جدا نیستیم و آینده ما جدا از لحظه اکنون ما نیست. ما نمیتونیم که شرایطمون رو تغییر ندیم، افکارمون و احساساتمون، رفتارمون، گفتارمون و اعمالمون رو تغییر ندیم و انتظار ایجاد تغییر در آینده خودمون رو داشته باشیم. در این رابطه آلبرت اینشتین یه جمله خیلی زیبا گفته. اینشتین گفته است: انجام دادن آنچه همیشه انجام می‌دهیم و دوباره تکرار کردن آن و انتظار نتیجه متفاوت داشتن حماقت است. جهان هستی قانونمنده و روند آفرینش رویدادها و پدیده‌ها بر اساس قوانین هستی صورت می‌گیره و هر آنچه اکنون هست انعکاس افکار و ارتعاشات وجودی خود ماست. یعنی جهان بیرون ما انعکاس جهان درون ماست. بنابراین هر یک از ما در جایگاه بالحقه خود واقع شده ایم. حتی اگر زیر آواری از مشکلات هستیم، دقیقاً همون جایی که باید باشیم قرار گرفتیم. یعنی اگر که مشکلات زیادی داریم، بهتر این رو بپذیریم که خودمون مسئولش هستیم. این آفریده خود ماست. بهتره بپذیریم که هر مصیبتی که به ما میرسه به خاطر کاراییه که خودمون میکنیم.
چرا بهتر این رو بپذیریم و اگر نپذیریم چه اتفاقی میفته؟ بهتر مسئولیت رنجهای خودمون رو، بهتر مسئولیت بودن خودمون رو بپذیریم، به دلیل اینکه پذیرش کامل خود اولین قدم برای ایجاد تغییر در آینده است. و اگر این رو نپذیریم منجر به این میشه که احتمال بروز گشایش در آینده کاهش پیدا کنه. خیلی وقتا در شرایطی قرار میگیریم که نمیتونیم مسئولیت آنچه اکنون هستیم رو بپذیریم و حتی خیلی وقتا مسئولیت بودن خودمون رو، مسئولیت رنجهای خودمون رو به گردن دیگران میندازیم. حتی بعضی وقتا به گردن خدا میندازیم و خیلی وقتا دعا میکنیم که خدایا خودت سرنوشت منو یه جوری تغییر بده که این مشکلات حل بشه، در صورتی که هرگز چنین اتفاقی نمیفته. اساساً خدا سرنوشت هیچ کسی رو، اساساً خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اونها خودشون رو تغییر بدن. تغییر همیشه از خود آغاز میشه. و اما یک نکته راجع به ذهن نیرومندترین ابزار خلاقه در سطح مادی است و به طور دائم در حال آفرینشه. ذهن بسیار قدرتمند عمل میکنه، خیلی قوی تر از آنچه که بشه تصور کرد. در اختیار داشتن چنین ابزاری یک امتیاز فوق‌العاده است و در عین حال بسیار خطرناکه، چون در حال حاضر بیشتر از این که ما ذهن رو در اختیار داشته باشیم، این ذهنه که ما رو در اختیار داره. ذهن مثل یک غول بازیگوش بی اخلاقه، مثل غول چراغ جادو که هر چی که فکرشو بکنین ازش برمیاد. غول چون فوق‌العاده نیرومنده، بازیگوشه چون لحظه به لحظه از این شاخه به اون شاخه میپره و مهار کردنش سخته، و بی اخلاقه به دلیل اینکه خوب و بد، نیک و پلید، زشت و زیبا، مثبت و منفی براش فرقی نمیکنه، براش هیچ معنی نمیده. یعنی اگر ما یک فکر مخرب یا یک فکر سازنده داشته باشیم، ذهن فقط به شکل یک عامل اجرایی نیرومند وارد میدون میشه و اون فکر رو تبدیل به یک رویداد یا پدیده در فضا زمان میکنه. تمام کسانی که تأثیر سازنده و مثبت بر تاریخ بشر گذاشته‌اند با ذهنشون این کار رو انجام دادن و در عین حال تمام کسانی که تأثیر مخرب و منفی بر تاریخ بشر گذاشته‌اند نیز از ذهنشون استفاده کردند. بنابراین اگر ما مراقب ذهنمون نباشیم تو دردسر بزرگی میفتیم. وقتی ذهن به طور کامل از کنترل خارج شده باشه، دیگه فقط یک غول بازیگوش بی اخلاق نیست، بلکه تبدیل میشه به یک عامل مخرب غیر قابل کنترل که میتونیم بهش بگیم نفس تحتانی. در حال حاضر همه مشکلات ما به شکل فردی و همچنین مشکلات بشر به شکل جمعی از شاهکارهای همین نفس تحتانی است که البته میتونه تبدیل به نفس متعالی بشه. البته درست‌تر اینه که ما همه تقصیرها رو به گردن نفس تحتانی نندازیم، چون عامل اصلی که باعث میشه این غول بازیگوش بی اخلاق تبدیل به نفس تحتانی بشه ناآگاهی خود ماست. در واقع ریشه رنج بشر ناآگاهی بشر است.